معرفی هستم. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم و ممنونم از بچه‌های نانو بیوتک دانشگاه خوارزمی که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن و امیدوارم که یه جلسه خوبی رو با هم داشته باشیم. همونطوری که از قبل آشنا هستیم و با موضوعات آشنایی داشتیم، ما امروز قراره که به طور خلاصه در مورد 3 موضوع بحث بکنیم. اولیش کاربرد علم نانو بیوتکنولوژی توی پزشکی هستش و فرصت‌های شغلی که در این زمینه وجود داره و همچنین چشم‌اندازهای آینده این فیلد تحقیقاتی رو با هم بررسی بکنیم. اگه به صورت کلی و به طور مقدمه بخوام راجع به نانو بیوتک صحبت بکنم، علم نانو بیوتکنولوژی یک علم میان رشته‌ای هستش و از علوم مختلف از جمله نانو بیوتک، زیست شناسی، پزشکی، شیمی و فیزیک و حتی کامپیوتر بهره میبره برای اینکه بتونه یه سری ابزار و موادی در مقیاس نانو تولید بکنه که ما بتونیم ازشون برای مطالعه یا دستکاری سیستم‌های زیستی و بیولوژیکی استفاده بکنیم. نانو بیوتکنولوژی کاربردهای خیلی زیاد در علوم مختلف داره از جمله پزشکی و محیط زیست که حالا ما امروز به طور خلاصه قراره که راجع به کاربرد این علم در پزشکی صحبت بکنیم. نانو بیوتکنولوژی به خاطر کاربردش تو علومی مثل دارورسانی یا تولید و توسعه روش‌های تصویربرداری تشخیصی و همچنین مهندسی بافت در حال متحول کردن علم پزشکیه و به طور مثال در علم دارورسانی و در حوزه دارورسانی ما نانوذراتی که به واسطه علم نانو بیوتکنولوژی تولید می‌کنیم میتونن به طور خاص به یک نوع سلول یا بافت مورد نظر ما به اون سمت حرکت بکنن و مستقیما به اون بافتی که ما هدفمون هست دارو رو برسونن و اینطوری آسیبی به بقیه بافت ها زده نمیشه و عوارض جانبی هم نداره. یه کاربرد دیگهش توی دارورسانی اینه که ما میتونیم به کمک نانوذرات دسترسی زیستی داروها رو به بافت هدف افزایش بدیم. خصوصا این مورد برای داروهای مهمه که محلول در چربی هستن و به راحتی توی سیالات بدن ما. فکر کنم که یه سری از بچه‌ها مشکل صدا دارن. نمیدونم چند نفرتون هستین. الان اوکی شد یا همچنان هم؟ آها باش. و در بحث این که دسترسی زیستی داروها به خب مثل اینکه بعضی از دوستان الان خیلی زیادن تعداد کسایی که صدا رو ندارن. خب خدا رو شکر، پس ادامه بدیم جلسه رو. و گفتم به واسطه نانوذراتی که ما میتونیم با علم نانو بیوتکنولوژی مهندسی کنیم، طراحی کنیم و بسازیمشون، ما میتونیم داروهایی که حلالیت کمی در سیالات بدن ما دارن رو هم وارد سیستم بدنمون بکنیم و اثر بخشی داروها رو افزایش بدیم. بعضی مواقع ما نیاز داریم که دارو رو در پاسخ به محرک‌هایی مثل pH، مثل دما آزاد بکنیم و به اون بافتی که مد نظرمونه برسونیم، یا حتی مدت رهایش دارو رو یه مدت طولانی تری بکنیم. برای همین ما مثلا میتونیم بیایم از نانولیپوزوم ها استفاده بکنیم که این حامل های نانویی میتونن داروها رو به مدت بیشتر و به صورت کنترل شده‌ای در اختیار اون بافت هدف قرار بدن. الان برای این داروها میتونن نانوذرات میتونن داروها رو در برابر سیستم ایمنی بدن محافظت بکنن. بعضی از داروها وقتی که وارد جریان خون میشن خیلی سریع از بدن خارج میشن و شاید اون اثر بخشی که ما ازش انتظار داشتیم رو نداشته باشن. بنابراین به کمک نانوذرات که به عنوان یک حامل و یک ناقل عمل میکنن، ما میتونیم که اثر بخشی داروها رو به مدت بیشتری توی بدن داشته باشیم. و
در بحث تصویربرداری هم ما میتونیم از نانوذرات استفاده بکنیم برای اینکه اونها رو سوق بدیم به یک بافت خاص و بخشیای خاصی که میخوایم رو برجسته بکنیم و اینجوری باعث میشه که کیفیت تصویربرداری ما بالاتر بره، خصوصا اگه از نانوذراتی با خاصیت مغناطیسی استفاده بکنیم. اونایی که توشون عناصری که خاصیت مغناطیسی دارن داشته باشن میتونن کیفیت تصویربرداری و کانترست ما رو هم افزایش بدن. مشابه با بحث دارورسانی، ما میتونیم از طریق لیگاند هایی که به این نانوذرات متصل میشه تصویربرداری هدفمند داشته باشیم و این باعث میشه که دقت تشخیصی ما، حالا برای بیماری هایی که میخوایم زود هنگام تشخیصشون بدیم یا حتی ناهنجاری هایی که با روش های معمول الان که در MRI و CT اسکن استفاده میشن قابل تشخیص نیستن، ازشون استفاده بکنیم. یه موردی که خیلی به درک ما از پیشرفت بیماری و همچنین اینکه آیا بدن فرد داره به درمان پاسخ میده یا نه میتونیم داشته باشیم، اینه که به صورت ریل تایم و در لحظه تصویربرداری انجام بدیم. برای این کار میشه از نانوذرات طلا استفاده کرد که دیتکت کردنشون توسط دستگاه راحته و یا میتونیم یک لیبل فلورسنت به اون نانوذرمون متصل بکنیم و از طریق دستگاه هایی که حساسیت فلورسانسی دارن این تصویربرداری انجام بدیم و این امکان رو به ما میده که فعالیت های سلولی رو بتونیم به راحتی در هر جایی از بدن که بخوایم ترکشون بکنیم و مورد بررسی قرار بدیم. نانوذراتی که اصولا برای تصویربرداری استفاده میشه نسبت به مواد معمولی که الان در حال حاضر برای MRI یا CT اسکن ممکنه به بدن فرد تزریق بشه سمیت کمتری دارن. حتی این نانوذره ها اگر یک مقداری سمیت داشته باشن، ما از طریق تغییراتی که توی سطح نانوذره ایجاد میتونیم بکنیم یا که به اصطلاح هم بهش میگیم سرفیس مودیفیکیشن ها، میتونیم زیست این نانوذرات رو افزایش بدیم و اینجوری باعث میشه که ایمنی فرد بیمار در طول تصویربرداری هم افزایش پیدا بکنه. توی بحث بعدی که مهندسی بافته و من حدود 3.5 سال که در این حوزه دارم فعالیت میکنم، ما یه سری داربست های نانو الیافی رو میتونیم تولید بکنیم که ماتریکس خارج سلولی یک بافت طبیعی در بدن رو شبیه سازی میکنه. و این به ما چه قابلیتی رو میده؟ این که ما برای بازساخت یا ترمیم یک بافت بتونیم از خود اون فرد سلول‌های بنیادی استخراج بکنیم و سلول‌هاش رو روی این داربست‌های مصنوعی که تولید کردیم به کمک علم نانو بیوتکنولوژی کشتشون بدیم. به خاطر خواص سطحی یا ویژگی‌های شیمیایی که هر کدوم از این داربست‌ها بنا به اون بافت هدفی که مد نظر ما هست ما تولیدشون می‌کنیم دارن، ما میتونیم سلول‌های بنیادی رو به یک سمت سلول تخصص یافته خاصی متمایزش بکنیم. برای مثال حالا من خودم روی بافت استخوان کار میکردم و با الان تغییری ایجاد شد تو صدا؟ الان بهتر نشد؟ بیوتکنولوژی توی بحث مهندسی بافت، یکی از کاربردهای دیگه که میتونیم توی مهندسی بافت از علم نانو بیوتک استفاده بکنیم اینه که نانوذراتی تولید بکنیم که بتونه به عنوان یک حامل برای ما عمل بکنه و به کمک اونها برای رسوندن DNA و RNA به سلول‌های خاصی استفاده بکنیم. با این روش ما میتونیم هم یک سری ویژگی‌های خاص در سلول ایجاد بکنیم، هم اگر مشکل ژنتیکی در فرد وجود داشته باشه به کمک دلیور کردن مواد ژنتیکی اون ژن درمانی رو انجام بدیم.
یه پلتفرمی که جدیداً خیلی داره روش کار میشه و خصوصا تو ایران هنوز خیلی جای تحقیقات داره، بحث ارگان چیپ یا اندام روی تراشه هست. نمیدونم که باش آشنا هستین یا نه، ولی توی این فیلد میان معماری یک بافت خاص رو شبیه سازی میکننش روی یک تراشه و این تراشه یک محیط سه‌بعدی برای سلول ها فراهم میکنه و به سلول ها اجازه میده که به صورت سه‌بعدی، همونجوری که توی حالت طبیعی توی بدن رشد و تکثیر پیدا میکنن، روی تراشه رشد و تکثیر پیدا کنن و اون اندامی که ما مد نظرمون هست که میتونه استخوان باشه، میتونه پوست باشه، بافت قلب باشه، عصبی باشه یا هر چیز دیگه ای رو برای ما توی آزمایشگاه به حالت شبیه سازی در بیارن. این کجا به دردمون میخوره؟ بعضی موقع ها ما میخوایم عملکرد بافت ها رو بررسی بکنیم که ممکنه یه سری عملکردهای پیچیده باشن و توی محیط بدن ما نتونیم این ارزیابی رو انجام بدیم، یا بعضی موقع ها ما میخوایم عواملی که یک دارو میتونه روی یک بافت آسیب دیده یا سرطانی تاثیر بذاره رو مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم آیا اصلا این دارویی که تولید کردیم میتونه توی درمان یک بیماری تاثیر بذاره یا نه. تو اینجور مواقع الان به صورت سنتی بیشتر جاها ما معمولا میایم از حیوانات آزمایشگاهی استفاده میکنیم که خب این بحث اخلاق رو پیش میکشه، اینکه آیا در همه تحقیقات، آیا واقعا همه محققان در همه مؤسسه‌های تحقیقاتی این بحث حمایت از حقوق حیوانات رو رعایت میکنن یا نه؟ آیا با کد اخلاق به درستی تحقیقشون رو پیش میبرن یا نه؟ که این ارگان چیپ میتونه یه جایگزینی برای استفاده از حیوانات آزمایشگاهی باشه که به نظرم خیلی بحث جذابیه و آینده خیلی روشنی هم توی ایران و هم خارج از ایران داره. اما ما گفتیم که نانو بیوتکنولوژی علمیه که داره پیشرفت میکنه و داره یه تحول بزرگی رو توی بحث پزشکی خصوصا ایجاد میکنه. اما چه فرصت‌های شغلی توی این حوزه وجود داره؟ به طور کلی افرادی که تو این حوزه میتونن مشغول به کار بشن، دسته اول که خب محقق ها هستن، دسته دوم مهندسانی هستن که میتونن توی طراحی و ساخت نانوذرات یا وسایلی که در مقیاس نانو قرار کار بکنن یا دیتکت انجام بدن رو بسازن و متخصصان زیست پزشکی هم توی این امر میتونن کمک بکنن و فناوری های نانو رو تبدیل به کاربردهای درمانهای کاربردی توی حوزه پزشکی بکنن. و علاوه بر همه اینها، دیتا ساینتیست ها میتونن توی تجزیه و تحلیل داده های آماری که از تحقیقات ممکنه به دست بیاد کمکمون بکنن. علاوه بر این، خصوصا توی بحث تصویربرداری که من گفتم ریل تایم مونیتورینگ مد نظرمون هست، بعضی موقع ها ما نیاز داریم که عوامل مختلف مثل تغییرات دما، تغییرات pH یا هر واکنش شیمیایی که توی محیط بدن یا توی محیط آزمایشگاه داره اتفاق میفته رو بررسی بکنیم. برای این کار شاید نیاز به این باشه که ما یک سری برنامه بنویسیم، یک سری نرم افزار تولید بکنیم که بتونه اینا رو در لحظه دیتاهاشون رو با هم مقایسه بکنه و شاید یک روی کردی از آینده به ما بده و ما بدونیم در آینده باید چه تغییراتی اعمال بکنیم توی روند تصویر برداریمون. و برای این کار به طور به خصوص میتونیم از برنامه نویس ها استفاده بکنیم توی این کار. یعنی فقط این حوزه مرتبط با بچه‌های زیست شناسی، شیمی و فیزیک نیست. و به طور کلی توی ایران اگه شما بخواید توی این رشته مشغول به کار بشین، میتونید به عنوان مهندس یا تکنسین آزمایشگاه یا حتی تولید کننده مواد نانو کار بکنید. ما الان داریم که زخم پوش هایی که برای ترمیم بافت پوست هستن الان دارن وارد بازار میشن. شما مثلا شاید بتونید یکی از این تولید کننده ها باشین و محصولاتتون رو وارد حوزه تجاری سازی بکنید. حتی بحث بعدی که پیش میاد اینه که این علم داره به کجا میره و در چندین سال آتی قراره چه اتفاقایی توی این علم بیفته. یکی از بحث‌های جذابی که در آینده شاهدش خواهیم بود و الان هم داره تحقیقات روش انجام میشه، استفاده از نانو ربات‌ها توی این علم هستش. شما تصور بکنید که ما یک سری ربات در مقیاس میکروسکوپی و نانوسکوپی داریم که اینا میتونن یک سلول آسیب دیده رو ترمیم بکنن یا ژن درمانی انجام بدن یا اون دارویی که ما میخوایم رو در موقعی که ما میخوایم به اون سلول یا بافت هدفمون برسونن.
همچنین تو بخش پزشکی شخصی ما میتونیم روند درمان رو بر اساس هر فرد جداگانه تصمیم بگیریم که چه روند درمانی رو انجام بدیم. برای مثال یکی از کاربردهاش تو همون مهندسی بافته که پیشتر اشاره کردم اینه که حالا من یک داربستی ساختم که این داربستم میتونه یک ماتریکس خارج سلولی طبیعی مثلا از بافت استخوان رو شبیه سازی بکنه. من برای بیماری که شکستگی استخوان داره و اون شکستگی به طور طبیعی با قابلیت بازساخت خود بافت استخوان نمیتونه ترمیم بشه، میتونم برم ایمپلنت بذارم. خب میدونین که ایمپلنت ها ممکنه که یه سری معایب داشته باشن و شاید نیاز به عمل جراحی باشه. هر چند سال یه بار ممکنه پوسیدگی توی بدن ایجاد بکنن یا سمیت داشته باشن، عفونت ایجاد بکنن یا هر چیز دیگه. ولی توی بحث مهندسی بافت من میتونم از خود فرد بیمار سلول بنیادی استخراج کنم و اون رو کشت بدم روی این داربست‌های مصنوعی که ساختم که این داربست‌های من چون میتونن بافت استخوان رو شبیه سازی بکنن، بنابراین میتونن سلول بنیادی من رو به سمت سلول‌های اوستئوبلاست که سلول‌های تخصص یافته بافت استخوانی هستن پیش ببرن و بعد من با جایگذاری این داربست به همراه سلول توی بدن بیمار به بازساخت و ترمیم اون بافت استخوان کمک بکنم که این شامل همه بافت‌های دیگه هم میشه، خصوصا بافت عصبی که ما الان خیلی درمانی برای ترمیم و یا باز تولید بافتایی که ممکنه در اثر بیماری‌های مختلف مثل MS از دست بره نداریم. یه بحث دیگه که باید بهش توجه بکنیم اینه که با پیشرفت این علم ما نیاز داریم که حتی یه سری تحقیقات در مورد ملاحظات اخلاقی که باید رعایت بشه توسط محققان، توسط کسایی که دارن توی این حوزه با بیمار سر و کار دارن انجام بشه. این که ما بتونیم شفافیت داشته باشیم توی روند درمانمون برای اون بیمار شاید بتونه آینده مفیدی رو برای کل نسل بشر ایجاد بکنه. و علاوه بر همه این مواردی که گفتم، حتی نانو بیوتکنولوژی میتونه توی حل کردن چالش هایی که در رابطه با سلامت و بهداشت به طور جهانی ما باهاش مواجه هستیم بهمون کمک بکنه. برای مثال من 3 بیماری که خیلی این روزا باهاش درگیریم و درمان موثری شاید هنوز نداشته باشه اینجا براتون آوردم. مثلا برای درمان HIV ما میتونیم از علم نانو بیوتک استفاده بکنیم برای اینکه بیایم یک سری نانولیپوزوم ها، یک سری ساختارهای حامل دارو بسازیم که بتونه داروهای ضد ویروسی رو یا همون ARV ها رو به طور موثری به سلول هایی که حامل این ویروس هستن توی بدن ما برسونه و همچنین میتونیم باعث تقویت سیستم ایمنیمون در برابر واکسنی که برای HIV ممکنه تزریق بشه بشیم. برای مالاریا حتی ما میتونیم باز هم یه سری ناقل یا حامل نانو رو بسازیم که داروهای که حالا برای این بیماری ساخته شدن رو به صورت هدفمند به سلول هایی که حاوی این انگل هستن برسونن. برای بیماری سل توی مثلا بخش تصویربرداری ما میتونیم نانو ذراتی بسازیم که به طور هدفمند به بخشی از سلول ها بچسبن که این مشکل رو دارن و به سلول های آسیب دیده بچسبن و به ما توی تشخیص زود هنگام این بیماری کمک بکنن، چون خیلی از بیماران خیلی دیر تشخیص میدن این نوع بیماری و اون وقت برای شروع درمان خیلی میتونه دیر باشه. اما بحثی که مهمه اینه که شما اگر علاقه‌مند به این حوزه هستین، نمیدونم که هنوز وارد این حوزه شدین یا هنوز اول راهین، اما یه سری نکات رو باید بهش توجه بکنید. همونجوری که گفتم علم نانو بیوتک یک علمی هستش که چند وجهیه و از رشته‌های مختلف قراره که استفاده بکنه و من اگر زیست شناسم باید سعی بکنم تا جایی که میتونم از علوم مختلف هم چیزای مختلف یاد بگیرم. نترسین از این موضوع که وارد یک دنیای جدید بشین و با چیزای جدید مواجه بشین. هرچه شما بیشتر یاد بگیرین، قرار نیست که مثلا یک زیست شناس بره توی بحث فیزیک متخصص بشه یا یک زیست شناس بره اندازه کسی که یک مهندس کامپیوتره برنامه نویسی یا کار با نرم افزارا رو یاد بگیره. اما هرچه شما سعی کنید که بیشتر یاد بگیرین، ابتکار و نوآوریتون هم توی انجام تحقیقاتتون بیشتر میشه. یه بحثی که
یک محقق و حالا یک دانشجویی که داره توی این راه قرار میگیره باید داشته باشه اینه که انگیزه است. شما وقتی که وارد یک حوزه تحقیقاتی میشین، حالا چه علم نانو بیوتک چه سایر علوم تحقیقاتی، یه سری از بچه‌ها هستن که خیلی سریع انگیزشون رو از دست میدن. فکر میکنن که من اگر روی یک کاغذ یک پروتکلی رو بنویسم، یک برنامه‌ریزی برای انجام یک آزمایش قرار بدم، در واقعیت هم باید همون اتفاق پیش بره، همون اتفاق طبق برنامه‌ای که من چیدم پیش بره. بعضی موقع‌ها واقعیت آنچه که در آزمایشگاه اتفاق میفته خیلی با اون چیزی که شما توی کاغذ نوشتین متفاوته. اینجاست که مهمه که شما بتونین انگیزتون رو حفظ بکنین و مهارت‌های حل مسئله‌تون هم باید سعی کنین که ارتقا ببخشین و تقویتش بکنین. اگه یه مثال شخصی و یک تجربه شخصی بخوام بهتون بزنم که شاید کمک کننده باشه برای انتخابتون تو این راه، اینه که مثلا من در دوران ارشدم یک ماده‌ای می‌خواستم که این ماده در ایران نبود و یه راهش این بود که کلا تسلیم بشم و اون بخش رو از پایان نامه و تحقیقاتم حذف بکنم. یه راهش این بود که یک هزینه گزافی خرج بکنم و اون از خارج از کشور وارد بکنم و تازه اگرم این خرج رو میکردم ممکن بود که چندین ماه طول بکشه و کار من عقب بیفته. اما همین مهارت حل مسئله، همین مشورت کردن با افرادی که چندین و چند سال تو این حوزه فعال بودن بهم کمک کرد که خب باید بگردم دنبال یه راه حل. اگه من نمیتونم به این ماده برسم میتونم براش چیکار بکنم؟ مقاله خوندم، با افراد محقق صحبت کردم، با اساتید مشورت کردم و در نهایت اون ماده رو ساختم، استخراجش کردم و الان به جایی رسیدم که خب ثبت اختراعش کردم. یعنی اینو برای این میگم که انگیزتون رو حفظ بکنید. یه سری چالش ها بهش برمیخورین، سعی بکنید که چالش ها رو حل بکنید، سریعا تسلیم نشین، ناراحت نشین. اینکه خب ما که تو ایرانیم شاید امکاناتی که میخوان نباشه، شاید دستگاهایی که میخوان نباشه، باعث این نشه که شما از تحقیقاتتون فاصله بگیرید. همیشه یه راه جایگزینی هست برای اینکه شما به اون چیزی که مطلوبتونه و اون چیزی که تو ذهنتون هست برسید. یه چیزی که انتقاد به خودم هم هست، ماها تو ایران کمتر بهش میپردازیم، کار گروهیه. یعنی وقتی که ما یک گروه تشکیل میدیم برای انجام یک کاری، یه سریا بیش از حد وظیفه‌شون کار میکنن و یه سریا خیلی کمتر از وظیفه‌شون دارن کار میکنن. و تو علم نانو بیوتک، اونم علمی که شما به افراد مختلف با تخصص‌های مختلف نیاز دارین، برای اینکه بتونین یک تحقیق کاربردی ارائه بدین، برای اینکه بتونین وارد مسیر شغلی آیندهتون بشین، وارد اینکه حالا بخواین وارد بحث صنعت و چه تجارت بشین، نیاز دارین که کار گروهی انجام بدین. حتما کار گروهی رو جدی بگیرین. و حالا من راجع به محققای علوم نانو بیوتک قرار صحبت بکنم. یه سری نرم افزارها هستن که به تجزیه و تحلیل داده ها توسط شما کمک میکنن. حتما کار با این نرم افزارها رو یاد بگیرین، براش وقت بذارین. اگر هنوز وارد کار آزمایشگاهی نشدین و پروژه‌ای شروع نکردین، سعی بکنین که قبل از اون کار با این نرم افزارها رو یاد بگیرین، براش وقت بذارین. نرم افزارهایی مثل گرافپد، مثل اوریجین، مثل ایمیجی و ماونتین SCM، اینایی که برای آنالیز داده ها استفاده میشن. حالا بسته به اینکه شما در چه حوزه تحقیقاتی میخواین فعالیت بکنین، سعی بکنین که حالا از افرادی که اینا رو بلدن یاد بگیرین، ویدیوهای یوتیوب ببینین و علم خودتون رو اینجوری افزایش میدین و وابستگی خودتون رو، اگر مثلا یک روز یک فردی در گروه حضور نداشت، وابستگی خودتون رو به اون فرد کم میکنین و میتونین کار رو پیش ببرین. یه بحث دیگه هم که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که آره حتما این صحبتم که تمام بکنم نرم افزارا رو دوباره بهتون معرفی میکنم. یه بحث دیگه که باید بهش اشاره بکنم اینه که از آزمایش کردن نترسین. اینکه یک آزمایشی رو انجام بدین و دفعه اول دوم خطا بکنید، شما تا خطا نکنید کاری رو یاد نمیگیرین. تا خطا انجام ندین، تا تو دل یک چیزی نرین، مهارتی کسب نمیکنید. اگر دانشجوی کارشناسی هستین، سعی بکنین که از دانشجوهای ارشد و دکترایی که حالا توی دانشگاهتون هستن کمک بگیرین. اگر دارن کاری رو انجام میدن، برین بالای سرشون وایسین، یا اگر امکانش بود یه سری از بخشای آزمایش‌ها رو شما انجام بدین براشون،
یا اگر هم که وارد حوزه ارشد و نانو بیوتک شدین هم از سال بالاییاتون کمک بگیرین. هیچ چیزی به اندازه این تجربه حضوری بهتون کمک نمیکنه که بتونین مهارت کسب بکنین. یعنی شما ساعت‌ها ویدیو ببینین، ساعت‌ها کتاب بخونین راجع به یک پروتکل آزمایشگاهی، به اون اندازه‌ای که یک بار این آزمایش رو خودتون انجام بدین نمیتونه بهتون کمک بکنه. و بحث بعدی این که یک محقق همیشه باید کنجکاو باشه. شما همیشه باید مقاله بخونید، سطح زبانتون رو تقویت بکنید، نه صرفا برای مهاجرت کردن زبان بخونید. شما برای نوشتن یک مقاله خوب، برای ارائه یک پوستر یا یک ارائه توی یک کنفرانس نیاز به یک سطح زبان خوب داریم. و حالا هر حوزه تحقیقاتی که مورد علاقتون هست سعی بکنید مقالات جدیدی که میاد رو به صورت خلاصه، قرار نیست کل مقاله رو بشین بخونید، ولی سعی بکنید که من سعی میکنم این وسط پیام‌های دوستانم بخونم که راجع به این موضوع هم حرف میزنم در رابطه با کار گروهی که فرمودین. و همیشه سعی بکنید که وبینارهایی که مرتبط با اون علاقتون هست، کارگاه‌های عملی که مرتبط با فیلد تحقیقاتیتون هست و کنفرانس هایی که برگزار میشه رو شرکت بکنید. حالا نه صرفا به عنوان اینکه یک فرد ارائه دهنده باشین تو این کنفرانس. تو این کنفرانس میتونید با آدمایی که تو این حوزه تحقیقاتی خیلی سال فعالن صحبت بکنید، ارتباطتون رو با جامعه علمی حفظ بکنید. و اینکه یه چیزی که خیلی بهتون کمک میکنه اینه که حرفمو یادم رفت چون مشغول خوندن کامنتاتون بودم. یه چیزی که خیلی بهتون کمک میکنه اینه که میتونین گپ هایی که توی اون فیلد تحقیقاتیتون هست با شرکت توی این کارگاه ها، این کنفرانس ها تشخیص بدین. و اگر قرار پروپوزالی رو بنویسین میتونین خیلی کاربردی تر بنویسین، مبتکرانه تر عمل بکنین. و اینکه واقعا امیدوارم که اگر وارد این حوزه شدین که موفق باشین، و اگر هنوز دارین تصمیم میگیرین که وارد این حوزه بشین یا نه، بدونین که علم نانو بیوتک خیلی علم گسترده‌ایه و حتما یه چیزی برای تحقیق و یک چیز نو برای اینکه شما بیاین ارائهش بدین توی این علم پیدا میشه. امیدوارم که همتون موفق باشین. من صحبتامو اینجا به اتمام میرسونم و میرم سراغ کامنت های دوستان. اول که آقای امینی فرمودن نرم افزارها. ببینید نرم افزارها برای تجزیه و تحلیل داده ها اوریجین هستش، گرافپد هست، ایمیج آنالایسیس هست که میخواین من تایپ کنم فکر کنم بهتر باشه اینجا. یه سری نرم افزار دیگه هم هست، حالا بچه‌هایی که میخوان کار سلولی انجام بدن یا بیشتر حالا حوزه تحقیقاتیشون به ژنتیک مربوطه، نرم افزاری که مرتبط با طراحی پرایمر هستن هم میتونه خیلی بهشون کمک بکنه، مثل اولیگو 7، جین رانر و اسنپ جین. اینا رو شما حتما میتونین که یعنی قرار نیست که براش هزینه بکنین، میتونین توی یوتیوب هم یاد بگیرین و حتی هم کمک میکنه که زبانتون موثرتر پیش بره و بهتر بشه و هم اینکه به صورت رایگان یک چیزی رو یاد بگیرین. در مورد پیام خانم روحانی که گفتن کار گروهی، یه چیزی که هست، من خودم این کار رو کردم، تجربیات خودم رو بهتون میگم. توی مقاله‌ای که شما می‌نویسین، حالا افراد بر اساس اینکه چه کارهایی رو انجام دادن دسته‌بندی میشن. یعنی اگر شما پیشنویس مقاله رو نوشتی، اگه آزمایش‌ها رو انجام دادی، اگر هر کاری که مرتبط به تحقیق بود رو انجام دادی، شما اسم اول میخوری. و اگر قراره که اپلای بکنی، اینو چون تو مسیر اپلای هستم دارم بهتون میگم، اگر قراره اپلای بکنی فقط اون اسم اوله که برات مهمه و اونا به اسم اول توجه میکنن که خب خانم روحانی اسم اول این مقاله رو چاپ کرده، خب پس رزومه داره، به عنوان یک محقق ما میتونیم که
مثلا فلان پوزیشن رو بهش بدیم. و بقیه افرادی که به شما کمک میکنن توی این راه بسته به اینکه میزان کمکشون چجوری بوده، یکی توی نوشتن مقاله به شما کمک میکنه، یه سریا توی انجام آزمایشات بهشون کمک میکنه، میتونین اسمشو بزنید. خیلی نگران این که اسمای مقالتون زیاد بشه نباشین. من مقاله‌ای دارم که 12 نفر اسم نوشته شده توش و فقط خودم و نفر دوم کارشو انجام دادیم و بقیه حالا به خاطر اینکه یک راهنمایی کوچیکی کردم و من برای اینکه حالا ادای دینی بهشون بکنم اسمشون رو زدم. ولی خب تو رزومه همیشه به اون نگاه میکنن که خب گالفی اسم اول این مقاله است یا اسم دوم این مقاله. و همچنین واسه کار گروهی کی به دردتون میخوره؟ شما وقتی که وارد حوزه ارشد میشین، وقتی که پایان نامتون رو دارین میگذرونین، خب یه مقاله که از پایان نامتون قراره که استخراج بشه. ولی اینو در نظر بگیرین که با کار گروهی و مثلا کمک به هم تیمیتون شما میتونین اسم دوم سوم توی مقاله ایشون باشین. و این چی میشه؟ این که بعد از پایان ارشدتون شما به جای اینکه یه دونه مقاله اسم اول داشته باشین، 2-3 تا مقاله مختلف دارید. و خب این باز کمک میکنه به اینکه اون فردی که شما رو میخواد به عنوان یک PhD student در خارج از کشور مثلا استخدام بکنه، به این نگاه میکنه که خب این فرد علاوه بر اینکه خودش محققه، علاوه بر اینکه میتونه تحقیقات رو پیش ببره، میتونه که کار گروهی انجام بده و من میتونم از این قضیه استفاده کنم. حتی اساتید ایرانی هم خیلی این موضوع براشون مهمه. یعنی شما ببینن که میتونین بهشون کمک بکنین، میتونین که RA یا TA یا استادتون بشین و باز همه اینا میشه رزومه جمع کردن. یعنی من خودم تو این مدت 2 تا مقاله اسم اول دادم، ولی به خاطر همکاری با بچه‌های دیگه 3 تا مقاله دیگه هم دارم. و شاید اگه میخواستم تنهایی با کار بکنم و به کسی امتیاز اینو ندم که خب من نمیخوام اسم تو مقالم بزنم یا نمیخوام بهت کمک بکنم، شاید با همون 2 تا مقاله یکم کارم سخت‌تر پیش میرفت برای اپلای. و خواهش میکنم در مورد کتاب نه مشکلی نیست. شما حالا کتاب یکم قضیهش با مقاله متفاوته. کتاب اسم اول باشین اسم آخر باشین به هر حال براتون رزومه محسوب میشه و حتما بذارین توی رزومتون. توجه میکنن، خارجی ها اصولا به همه چیز توجه میکنن برخلاف ما. و میگم اگر اسم اول و دوم بر خودتون مطرحه، من دارم این بحث رو پیش میارم که شما اسم اولی در هر حال و نگران بقیه نباش. ولی در هر صورت شما اسم آخر یک مقاله هم اسمت بیاد جزء رزومت محسوب میشه و شما یک کار کردی و برای اونا ارزشمنده. برای اساتید در ایران هم ارزشمنده البته. تو ایران شما میتونین که حالا من یه مدتی به عنوان همکار طرح تو انستوپاستور مشغول بودم. میتونید تو مؤسسه‌های تحقیقاتی مثل رویان، مثل انستوپاستور و حتی شرکت‌های خصوصی مثل سیناژن، پورسینا حتی کار پیدا کنین و به عنوان یک محقق باشین یا توی تیم تحقیق و توسعه باشین. خیلی جا داره برای کار کردن. یعنی شاید هنوز اون اهمیتی که ما خودمون که داریم این رشته ها رو میخونیم یکم خودمون رو دست کم گرفتیم و در واقع خصوصا بعد دوران کرونا که اهمیت پیدا کرد تحقیقاتی که باید اتفاق بیفته، خیلی باعث شد که به این علوم تحقیقاتی که زیر شاخه زیست شناسی هستن اهمیت داده بشه. بنابراین نگران پیدا کردن شغل نباشین، نگران این باشین که مهارت هاتون رو افزایش بدین. اونقدری که دانشگاه یا معدل شما میتونه توی استخدام شدن شما تاثیر بذاره واقعا درصد زیادی نیست و افراد زیادی به این نگاه میکنن که خب شما چه کار عملی بلدی. خیلی ها هستن مقاله رو پول میدن براشون مینویسن و طرف میره تو آزمایشگاه و یک کشت سلول ساده رو بلد نیست انجام بده. اونجاست که شمایی که کار علمی بلدی، کار عملی بلدی، با یک فرد دیگه امتیازت بیشتر میشه و بیشتر میتونی به چشم بیای و فرصت‌های شغلی بیشتری هم میتونی داشته باشی. خب پیام رو رد نکنم. بحث ماشین لرنینگ هم خیلی بحث جذابیه. حتما اگه وقت دارین روش وقت بذارین. حالا من صرفا یه سری مثالا مرتبط با مهندسی بافت میشه پیشاپیش عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه خب تجربیات خودم رو دارم میگم. اینه که به طور مثال در بحث مهندسی بافت گروه ما اومد
تعداد زیادی داربست رو برای بافت استخوانی مورد بررسی قرار داد که این داربست‌ها قبلا ساخته نشده بودن و هیچ کار تحقیقاتی روشون انجام نشده بود. و توی بحث ماشین لرنینگ بچه‌هایی که حالا مهندسی بودن و توی این بحث واردتر بودن اومدن به تیم ما اضافه شدن و الان دارن روی این کار میکنن که خب ما با بحث ماشین لرنینگ و برنامه نویسی بتونیم یک سیستمی رو طراحی بکنیم که وقتی من یک عکس میکروسکوپ الکترونی از سطح این داربستم میگیرم، بدون اینکه نیاز باشه برم کارهای سلولی انجام بدم، سلول کش بدم و ببینم که آیا این به سمت سلول تمایز یافته استخوان میره، با توجه به ویژگی‌های سطحی اون برنامه به من پیشنهاد بده که خب این داربست تو این سری ویژگی ها رو داره، این سری منافذ رو داره، تخلخلش اینجوریه، نمیدونم سطحش فیبریه یا مثلا نمیدونم کرویه یا هر چیز دیگه و من این پیش بینی رو بده که خب این داربست رو تو بهتره ببرید به چه سمتی تمایزش بدی. یعنی حتما شاید مرتبط با استخوان نباشه و من مجبور بشم که 6 ماه کار عملی انجام بدم که در نهایت بفهمم که خب این داربست هم برای استخوان مناسب نیست. ولی خب با بحث ماشین لرنینگ من میتونم با آنالیز عکسای SEM که از یک سری دیتای زیادی به دست میاد این پیش بینی رو حداقل داشته باشم که خب این داربست هم میتونه برای چه بافتی مناسب تر باشه. حتما اگه به این حوزه علاقه دارین و وقتشو دارین، پیشنهاد میکنم که حالا دوره‌های کورسرا یا سایت های دیگه‌ای که این دوره‌ها رو برگزار میکنن شرکت کنین. نمیدونم که توی ایران برگزار میشه یا نه. علم بیوتک در خارج از ایران بله پیشرفته تره، دستگاه هاشون هم حتی از ما بهتره. چرا میشه کارا رو عملی کرد؟ میگم یه سری مواد رو که شما برای تحقیقات بنیادیتون نیاز دارین که خب تو ایران پیدا میشه، فقط بحث قیمتش میاد وسط که انشالله اون جایی که میریم تأمینش میکنه. ولی تو ایران خیلی جای کار داره این رشته و یکی از خوبیاش اینه که مقالاتی که حالا توی حوزه نانو بیوتک دارن کار میشن تو ایران، با اینکه انقدر ما کم بوده امکانات و مواد و دستگاه داریم، با ایمپکت های خیلی خوبی دارن چاپ میشن در مقایسه با بچه هایی که علوم پزشکی هم و مثلا مقاله های مرتبط با علوم پزشکی رو دارن چاپ میکنن و منتشر میکنن. اگر دقت بکنین ایمپکت های مقالات که مرتبط با علم بیوتک و نانو بیوتک هست تو ایران خیلی زیاده و این نشون میده که پتانسیلش هست. اگر اون مهارت حل مسئله رو داشته باشین قطعا که تو ایران هم میتونین موفق باشین براش. در مورد دانشجوهای لیسانس، اگر هدفتون اینه که بعد از لیسانستون اپلای بکنین به این خارج از کشور که خب خیلی در گیرودار مقاله نباشین، نمره زبان و اینا رو تقویت بکنین. اما صرفا من خودم شخصا دوست داشتم که در دورانی که کارشناسی بودم تا جایی که میتونم کار عملی یاد بگیرم، با توجه به اینکه خب خیلی درسای عملی ما جوری نبود که من خیلی بتونم مهارت کسب بکنم مثلا در کشت سلول در دوران لیسانس و کارشناسی. اگر میخواین مقاله کار بکنین که میتونین با بچه‌های ارشد مثلا همکاری بکنین. من خودم خیلی با بچه‌های کارشناسی کار کردم و مقالات مشترک با هم دادیم، حالا چه کنفرانسی و چه مقاله های ژورنالی. میتونین باشون صحبت بکنین. حالا اگر توی بحث‌های گرافیکی خوبین که مثلا گرافیکال ابسترکت های یک مقاله رو بکشین، یا توی بحث اگر زبانتون خوبه تو بحث نوشتن مقاله بهشون کمک بکنین. معمولا بچه‌های ارشد، حالا دکتراها رو خیلی نمیدونم، ارشدشون یک فورسی دارن که سریعا باید دفاع بکنن و اینا، معمولا همکاری ها رو قبول میکنن. به خودتون بستگی داره اینکه وقتشو دارین دنبال مقاله باشین یا نه، ولی بیشتر دنبال این باشین که مهارت کسب بکنین و وقتی که توی یک رزومه‌ای دارین کارهای عملی و مهارتاتون رو می‌نویسین، حالا اون استادی که پیشش این کارا رو یاد گرفتین صرفا میتونه یک توصیه نامه و ریکامندیشن به شما بده که اون استادی که حالا در مقطع ارشد قرار شما رو پذیرش بکنه، بدون اینکه شما مقاله داشته باشین مطمئن بشه به اینکه خب شما فلان کارو بلدی و میتونی از پس انجام یه سری تحقیقات بر بیای. این صحبتان به خانم علی نژاد بود.
حالا بریم سراغ نفر بعدی. متخصصین نانو بیوتک خیلی راحت میتونن وارد حوزه‌های مختلف بشن. اینکه رشته‌تون چیه گفتم خیلی مهم نیست و مهارت و اون پیشینه تحقیقاتی که دارین مهمه و اینکه یه چیزی منحصر به یک رشته است و اینجوری بهش فکر نکنین. یعنی بیوتکنولوژی پزشکی پس حتما باید داربست بسازه، پس اون حتما باید کارهای بالینی رو انجام بده. اینطوری نیست. من خودم نانو بیوتک خوندم، داربست ساختم، کارهای حیوانی انجام دادم، کد اخلاق گرفتم و بدون مشکل کارم پیش رفته. یکی از خوبی هایی که رشته های تحقیقاتی دارن اینه که یک چیز خاص، یک فیلد تحقیقاتی خاص منحصر به یک رشته نمیشه، خصوصا توی بیوتکنولوژی که اقشار مختلف و تخصص های مختلف رو میتونه در بر بگیره. حالا این واقعیت هست که بچه های علوم پزشکی شاید استخدامشون یکم از ما راحت تر باشه تو بحث فرصت های شغلی، اما شما با یک پیشینه تحقیقاتی خوب میتونی اون کمبوده رو جبران بکنی و وارد اون بحث بشی. مشکلی از این جهت بچه های وزارت علومی ندارن. بله، شبیه‌ساز مولکولی هم حتی تو این حوزه کاربرد داره. یعنی حالا یه بحثی که جدیداً داره روش اتفاق میفته اینه که موادی که ما از طریق اون داربست‌های مهندسی یا بافت ساختیم الان دیگه عملاً همشون رو استفاده کردیم. یعنی شما از سلولوز برین مقاله هست، پلی اتیلن گلیکول برین مقاله هست، داربست‌های طبیعی گرفته، سنتتیک گرفته، هر چی رو ببینید راجع به اون ماده خاص مقاله کار شده و خب دیگه نوآوری نمیتونید تو اون ماده‌ای که میخواین داربست رو باهاش بسازین داشته باشین. بنابراین این کجا بهتون کمک میکنه؟ اینکه حالا مثلا من یک داربست دارم که جنسش از سلولوزه. سلولوز مشکلش چیه؟ اینه که در محیط بدن تخریب نمیشه یا اینکه استحکامش خیلی کمه نسبت به داربست‌های سنتتیک. من میتونم چیکار کنم؟ میتونم که یک نانوذره بسازم یا یک سری مولکول با هم کانجوگه کنم و روی سطح داربستم بنشونم برای اینکه بتونم که فانکشنالیتی داربستم رو ارتقا ببخشم. حالا این شبیه ساز مولکولی کجا میتونه کمک بکنه؟ شما وقتی که میخواین یک نانوذره رو با یک لیگاند یا یک مولکول دیگه ای کانجوگه بکنین، میتونین با شبیه ساز مولکولی این بحثو اول بررسی کنیم، ببینین آیا این دوتا مولکول اصلا جایگاه اتصالی به همدیگه دارن یا نه، میشه من این کار رو انجام بدم یا نه، و بعد وارد حوزه عملی بشیم. قطعا تحقیقات این سیچو تو بحثای حالا نانو بیوتک خیلی میتونه کمک کننده باشه و اگر که بهش علاقه داریم پیشنهاد میکنم که حتما ادامهش بدیم و یاد بگیرینش. ما یکی از بچه هامون تو آزمایشگاه داره روی همین موضوع کار میکنه. در مورد اینکه کارهای عملی و مهارت‌های آزمایشگاهیمون، یه سری کارگاه‌های عملی دارن برگزار میشن که خب من خودم شخصا تو دوران کارشناسی یه کوهی از سرتیفیکیت جمع کردم و هر چی کارگاه عملی دستم میومد شرکت میکردم. اما حقیقتا اگر بخوام بهتون بگم، منو آشنا میکرد با اون مهارت آزمایشگاهی یا اون تکنیک آزمایشگاهی، ولی جوری نبود که وقتی من از اون کارگاه میام بیرون بگم خب من دیگه الان میتونم هر چی که مثلا حالا راجع به کشت سلول هر مدل سلولی به من بدن من دیگه الان راحت میتونم کشتش بدم. نه، این مدلی واقعا نبود. شما با اساتیدتون صحبت بکنین. یه سری اساتید میدونم که قبول نمیکنن معمولا دانشجوی کارشناسی وارد آزمایشگاه تحقیقاتی بشن، ولی خیلی از اساتید هستن که این اجازه رو میدن. توی دوران کارشناسی معمولا تا جایی که میدونم باید پروژه کارشناسی ما پاس بکنیم دیگه. توی اون پروژه شما میتونین یک حالا اون فیلدی که علاقه دارین با توجه به اون استادی که حالا بهش دسترسی دارین توی آزمایشگاه یک پروژه‌ای رو تعریف بکنین که میتونه که گاهن معمولا پروژه‌ای که به بچه‌های کارشناسی میدن پروژه های مکمل با بچه‌های ارشد و دکترات. یعنی شما یک بخشی از کار بهتون سپرده میشه. معمولا اساتیدی که بچه‌های کارشناسی رو وارد گروهشون میکنن این مدلی هستن و شما به واسطه ورودتون به آزمایشگاه هم خودتون انگیزه دارین که خب من باید یک پروژه رو به اتمام برسونم، پس برم کار عملی یاد بگیرم،
و همین که اگر وارد آزمایشگاه شدین، اون تایمایی که خالی دارین و منتظرین که حالا یک ماده‌ای به دستتون برسه یا نمیدونم یک نتیجه یه تستی مشخص بشه، بالا سر بچه‌های مختلف وایسین. همین نگاه کردن خیلی ممکنه نکته به شما اضافه بکنه. میگم ویدیوهای یوتیوب هم خیلی میتونه بهتون کمک بکنه، ولی معمولا مهارت‌های آزمایشگاهی با انجام دادنه. بنابراین سعی بکنید که با اساتیدی که اجازه ورود بچه‌های کارشناسی به آزمایشگاهشون رو میدن صحبت بکنید که در نهایت هم بتونین از این اساتید توصیه‌نامه و ریکامندیشن بگیرین، حالا چه برای اینکه بخواید بعد از تحصیلتون وارد بازار کار بشین، چه برای اینکه بخواید اپلای بکنین یا هر چیز دیگه‌ای که در آینده میخواین تو بحث شغلی یا آکادمیکتون پیش ببرین. خانم روحانی، بله از مهندسی پزشکی هم میشه. من تو اسلایدها اشاره کردم به اینکه مهندسان زیست پزشکی و بایومدیکال انجینیرینگ ها هم میتونن توی این حوزه فعالیت بکنن و در واقع کارشون اینه که حالا فناوری نانو رو وارد یک کاربردهای تحقیقاتی برای حوزه پزشکی بکنن که یکیش میتونه تصویربرداری باشه. مقاله‌مون تو این حوزه، مقاله اصولا شما باید یک کورسپاندی داشته باشین که استاد دانشگاه باشه. البته دانشجوهای دکترا و ارشدی دیدم که خودشون کورسپاند مقالهشون شدن، ولی یه مقدار کمتر شانس چاپ کردن دارین. ممکنه که حالا اون ژورنال که مد نظرتون هست یکم گیر بدن. اصولا استادا به خاطر اینکه حالا شناخته شده هستن و پیشینه تحقیقاتیشون مشخصه، خیلی میتونن به عنوان کورسپاند توی مقاله به شما کمک بکنن. چاپ کردن مقاله بستگی به این داره، مقالات هم کنفرانسی هن هم ژورنالی هن. مقالات کنفرانسی رو که خب شما بسته به اینکه موضوع یک کنفرانسی چی باشه یک ابسترکت می نویسین. بعضی از کنفرانس هم هستن که یک مقاله مثلا 5-6 صفحه‌ای از شما میخوان و اگر که مثلا مورد پذیرش قرار بگیره، شما حالا یا میرین توی اون کنگره به صورت پوستر یا به صورت ارائه شفاهی اون تحقیقتون رو ارائه میدین، که خصوصا برای بچه‌های کارشناسی که دنبال مقاله هستن و فرصت اینو ندارن که مقاله ژورنالی کار بکنن، یعنی کار عملی انجام بدن که به یک مقاله ژورنالی منجر بشه، میتونن از این طریق اقدام بکنن و رزومه‌شون رو پر بکنن. یعنی شما اگر یک سرتیفیکیتی داشته باشی که توی یک کنفرانسی ارائه دادی، حالا چه به صورت پوستر چه به صورت اورال یا شفاهی، خیلی برای دانشجوهای کارشناسی امتیاز بیشتری داره حالا نسبت به بچه‌های ارشد و دکترا. و اگر که بخواید مقالاتی ژورنالی چاپ بکنین، که خب اون ژورنالی که مد نظرتون هست رو اول پیدا بکنین و اول بریم ببینین که این ژورنال چه مقالاتی رو چاپ کرده، مقالات رویکردشون به چه سمتی بوده و چه تست هایی بیشتر روش انجام شده. تمرکز ژورنال مثلا رو بخش سلولیه یا تو حالا بحث مهندسی بافت، یا رو بخش متریال یا مهندسی اون ژورناله. بعد از اینکه اینا رو متوجه شدین، هر ژورنالی یک راهنمای نویسندگان داره که به شما گفته، مثلا گفته که چکیده مقاله انقدر باشه، راجع به فلان چیزا نوشته بشه، کلیت نوشتار مقاله و اون تمپلیتی که شما مقاله رو آماده بکنین دارن. بعد از اینکه آماده شد مقالتون، شما سابمیتش میکنین که میگم بهتره که بدین به یک کورسپاندی که یعنی یک استاد کورسپاندتون باشه و حالا روندش رو طی میکنید. معمولا چاپ مقالات اینطوریه که ادیتور مورد بررسیش قرار میده. اگر ادیتور تاییدش بکنه که میره برای داوری، معمولا 2 یا 3 تا داور مقالتون رو میخونن، یه سری کامنت میذارن و حالا ادیتور اونا رو به شما اطلاع میده. اگر بتونین اونا رو توجیه بکنین و به کامنتاشون به درستی پاسخ بدین که خب مقالتون میره برای چاپ، و اگر هم نتونین که خب متاسفانه ریجکت میشین. شبکه ارتباطی خوب و کامل، لینکدین رو واقعا جدی بگیرین، توی لینکدین فعال باشین. فعالیت‌های پژوهشیتون، سرتیفیکیت‌ها، اینا همه رو میتونین حالا توی سکشن‌های مختلفی که توی پروفایل لینکدینتون هست بذارین، خصوصا برای پیدا کردن اساتید. اگه هدفتون اپلای خارج از کشوره، من خودم از طریق لینکدین موفق شدم. توی لینکدین حالا افرادی که یه فیلد تخصصی رو انتخاب بکنین که بهش علاقه دارین و سعی بکنین افرادی که بالاتر از شما هستن، یعنی مثلا من اگه سال دوم کارشناسی هستم، نرم بچه‌هایی که سال اول هستن رو خیلی جزء کانکشنام بیارم.
بچه‌هایی که بالاتر از من هستن، یعنی اون اصطلاحی که میگن اگه اطرافیانت از خودت پیشرفته تر باشن تو رو هم به سمت پیشرفت سوق میدن، با این رویکرد برین جلو. و اصولا خیلی از اساتید لینکدین دارن، خیلی از مقالاتشون رو میذارن. اگر کنگره‌ای باشه، کنفرانسی باشه، وبیناری باشه، معمولا توی لینکدین استفاده میکنن. احساس میکنن که ما هنوز خیلی قدر لینکدین رو نمیدونیم. خیلی بهتون کمک میکنه و شما میتونید به طور مستقیم با اون محققی که حالا بهش علاقه دارین، به کارش علاقه دارین یا میخواین که مثلا ازش کمک بگیرین ارتباط برقرار بکنید. من خودم شخصا خیلی تو کنفرانس ها شرکت کردم و توی لینکدین هم فعال بودم. یعنی مثلا سوالی برام پیش می اومد، یه سرچ ساده تو لینکدین فردای متخصصی که دارن تو اون حوزه فعالیت میکنن رو پیدا میکردم و مثلا میرفتم سوالام میپرسیدم. بعضی موقع از اینکه من بخوام مثلا 200 تا مقاله بخونم که به جواب سوالم برسم، خیلی راحت تر به اون میرسیدم. و به مرور شما حتی پیشنهاد کار از طریق لینکدین میتونید پیدا کنین، پیشنهاد مقاله نوشتن میتونین پیدا بکنین. خیلی آدمایی هستن که میتونن بهتون کمک بکنن. لینکدین رو حتما جدی بگیرین. حالا ریسرچ گیت هم هست ولی خیلی شاید نشه تو این حوزه ازش استفاده کرد. ولی جفتشون یه پلتفرمی که بستر ارتباط با محققین و اساتید و متخصصین رو فراهم میکنن به راحتی. خانم ملیکا گفتن که چه مهارتی از کجا یاد بگیریم؟ مهارتایی که حالا مرتبط با نرم افزار بود و که بهتون گفتم خیلی راحت میتونید که از تو یوتیوب یا حالا دوره‌های مجازی که برگزار میشه یاد بگیریم. و مهارت‌های علمی هم متاسفانه فعلا تنها راهش اینه که وارد یک آزمایشگاه بشین. یعنی یک استادی رو متقاعد بکنین که اگر هم پروژه ندارین بتونین برین تو اون آزمایشگاه و کار انجام بدین. حداقل یک بخش کوچیکی از کار رو به شما بسپارن. و یا حتی اگر این هم نمیشه برین و بالا سر بچه‌هایی که دارن کار میکنن وایسین. حداقلش اینه که آشنا میشین با اون مهارت و وقتی که حالا وارد یک حوزه تحقیقاتی شدین که حالا در ارشد یا دکترا بود، بتونین یه کار رو بدون استرس انجام بدین. یعنی بگین که خب من با این کار به طور کلی آشنا هستم، پروتکلم که دارم، حالا سعی میکنم که بعد از یکی دو بار خطا بتونم که موفق باشم. یه چیز مهمی هم که هست اینه که حالا اینو بیشتر برای دانشجوهای ارشد میگم. یک دانشجو ارشد حدوداً 1 سال و نیم روی یک پروژه کار میکنه و قاعدتاً، حالا برای مثال خودم رو میگم، من هدفم اینه که یک داربست مهندسی بافت بسازم که سلولای بنیادی رو به سمت سلولای استخوانی ببره. خب من برای پروژه پایان نامم یک مسیر رو باید طی بکنم و یک بار این داربست رو میسازم، یک بار سلولم رو کش میدم در بهترین حالت‌ها. این در حالتیه که مثلا آلودگی اتفاق نیفته یا همه چی اوکی باشه. و به صورت کلی من با یک بار داربست ساختن، یک بار کشت سلول انجام دادن، یک بار بررسی مثلا بیان ژن با ریل تایم پی سی آر و اینا متخصص مثلا پی سی آر نمیشم، متخصص تکنیک‌های مولکولی نمیشم. قاعدتاً باید در کنارش هی تکرار داشته باشم. من خودم برای اینکه بتونم حالا این فرصت رو داشته باشم که تقویت بکنم مهارتامو، این بود که توی کار گروهی به همه کمک میکردم. و اینکه میگم کار گروهی رو جدی بگیرین همینه. یعنی من بارها و بارها پی سی آر انجام دادم، یک بارش برای کار خودم و بقیهش رو برای اینکه حالا کمک بکنم به یه هم گروهی یا مثلا یکی وقت نداشت بیاد آزمایشگاه من برم به جاش انجام بدم. و اینجوری سعی کردم که خب الان وقتی دارم میگم من میتونم پی سی آر انجام بدم، من به تکنیک مثلا فلو سایتومتری آشنا هستم، من میتونم داربست بسازم، تجزیه تحلیل بکنم مثلا طیف اف دی آی آر یا طیف‌های شیمیایی یک داربست رو، حرفی که میزنم راسته. یعنی از روی این نیست که من یه بار رفتم یه کاری انجام دادم مقاله شده یا مثلا دفاع کردم با درجه فلان فارغ التحصیل شدم و الکی تموم شد و رفت، یه مقاله گرفتم گذاشتم مثلا گوشه خونه. نه، واقعا مهارت رو یاد گرفتم. و این برمیگرده باز به اشتیاق خودتون به کار در آزمایشگاه. قطعا اگه بخوایم و پیگیرش باشین یکم باید آدم سمجی باشین تو این راه و در این حالت میتونین که مهارت ها رو یاد بگیرین، مهارت هایی که نیاز به آزمایشگاه و کار عملی داره. برای کشت سلول، بله یه دوره‌ای برگزار شد توی دانشگاه تهران
و میگم چون یک بار بود و ما به مدت 4 ساعت توی اون کارگاه بودیم، من یک کشت سلول انجام دادم که بعدش متوجه نشدم که آیا سلول ها آلوده شد یا نه. چون شما برای اینکه متوجه بشین که آیا یک کشت سلول فرآیندش خوب داره پیش میره، مثلا من پاساژ سلولی دادم، آیا درست این پاساژ رو انجام دادم یا نه، بعد عملا بذارین که 1-2 روز از اون کشتتون بگذره و بعد حالا وضعیت سلولار رو بررسی بکنیم. مثلا شما توی یک کارگاهی که 1 روزه یا 2 روزه داره انجام میشه، قاعدتا نمیتونین کامل همه تکنیک‌ها رو یاد بگیرین. بعضی موقع‌ها دفعه اول یه کاری انجام میدین، خب خیلی اوکی پیش میره و درسته و اینا، این نباید به شما این باور رو بده که خب من پس توی بحث کشت سلول خیلی مثلا متخصص شدم و دیگه اصلا میتونم برم تدریس کنم و اصلا اینجور چیزا. نه، بعضی موقع یه چالشایی بهش برمیخورین که اون مهارته بهتون کمک میکنه اون چالش رو برطرف بکنین. مثلا اگه یه آلودگی دادین، متوجه بشین که اول این آلودگی چیه، منبعش قارچه، منبعش نمیدونم آلودگی دستتون بوده، نمیدونم سلول رو بعد پاساژ دادین یا اینجور کارا رو کردین. برای همین نیاز داره که شما به طور متداول و مدام وارد یک آزمایشگاه بشین. من عملا کشت سلولم رو در دوران ارشدم یاد گرفتم. البته من در دوران ارشد ترم 2 بود که وارد آزمایشگاه شدم به زور، یعنی قبل از اینکه پایان نامم در ترم 3 شروع بشه به زور رفتم خودم رو وارد آزمایشگاه کردم که یه سری چیزها رو یاد بگیرم و این کمکم کرد. و بعدش هم که باز کار گروهی که برای این و اون انجام دادم، بالا سر این و اون وایسادم و یاد گرفتم، به هم کمک کرد که حالا یه مهارتی رو کسب بکنم. متاسفانه خیلی دوره خوبی رو نمیشناسم که بتونه بهتون کمک بکنه، اما اگر در دانشگاه بتونین وارد آزمایشگاه استادی بشین، قاعدتا خیلی بهتون کمک میکنه. شما هزینه خاصی هم خب قرار نیست که پرداخت بکنین و به صورت رایگان حداقل میتونین برین و یه چیزی رو یاد بگیرین. برای پروسه اپلای که ارشد باشه یا دکترا خیلی سوال سختیه. من در دوران کارشناسی دیدگاه همین بود که خب من برم ارشد بخونم که کار عملی توش استاد بشم و بعد برم دکترا که حالا بهتر بتونم اون پروژه دکترامو انجام بدم. و وقتی که افتادم تو پروسه اپلای دیدم که چقدر بچه‌های ارشد دارن راحت تر از منی که میخوام برای دکترا برم. نمیدونم چرا اینجوری شده. این مشکل من نیست، مشکل چندین و چند نفری هستش که من باهاشون در ارتباطم و الان مشغول اپلای کردنم. خیلی نمیتونم مستقیم بهتون بگم، به خاطر اینکه اپلای کردم به شرایط اون فرد و در نهایتا به انتخاب شخصی فرد بستگی داره. ولی اگر تو دوران کارشناسیتون همین کار با نرم افزارها رو یاد بگیرین، چند تا کنفرانس شرکت بکنین و یک رزومه خوبی داشته باشین، زبانتون هم بگیرین، به نظر من بهتره که برای ارشد برین. برای ادامه تحصیل وزارت بهداشت و علوم، من خودم علوم بودم، یه سری کمبودها هست که وزارت بهداشتی ها باهاش مواجه نمیشن. اونم بودجه است. بودجه‌ای که وزارت بهداشت بهتون میده، خب یعنی به استاد میده به عنوان گرانت، خیلی بیشتر از کساییه که تو وزارت علوم دارن درس میخونن. بنابراین شاید از نظر من وزارت بهداشت هم شغلیش بهتر باشه، فرصت شغلیش بهتر باشه، هم که شما راحت‌تر بتونین که اون پروژه‌ای که دارین رو پیش ببرید. خب میگن که برای اپلای از لیسانس چه چیزهایی نیاز هست؟ معدل خوب، یک انگیزه نامه خوب که متقاعد کننده باشه برای استاد که شما رو بگیره، آشناییتون با اون استادی که میخواین توی ارشد برین و باهاش کار بکنین، یعنی بشینین مقالاتش رو بخونین قبل از اینکه بهش بخواین ایمیل بدین یا برای پوزیشنی اپلای بکنین، مقالات اون فرد رو بخونین، باهاش آشنا بشین. اگر لینکدین دارین، حتی توی لینکدین سعی کنین که باهاش اینتراکشن داشته باشین، فالوش کنین، نمیدونم پستاشو لایک کنین، کامنت بزنین، یکم خودتون رو تو چش استادا بیارین. و اگر هم که حالا دوره‌های خاصی رو شرکت کردین، خصوصا دوره‌هایی که مرتبط با برنامه نویسی و اینا هست، چون الان خیلی تمرکز روی بحث هوش مصنوعی، ماشین لرنینگ و
برنامه نویسی مثل پایتون و آر هستش، سعی بکنین که اینا رو شرکت بکنین و گواهی داشته باشین. چیزهای غیر مرتبط با فیلد تحقیقاتیتون رو وقت براش نذارین. نه استاد بهش توجه میکنه و نه حتی برای اپلای گرفتن شما تاثیر داره. سعی بکنین که یک فیلدی رو که انتخاب کردین متناسب با اون مهارتتون رو جلو ببرین. حالا اگه میخواین در کارگاهی شرکت بکنین یا میخواین یک کار تحقیقاتی انجام بدین، در ارتباط با اون فیلد باشه. این چیزای مختلف باشه شما توی رزومتون هم بذارین، عملا شلوغ کردن رزومه است. یک رزومه یک صفحه‌ای که مرتبط با کارتون باشه خیلی بهتر از یک رزومه 10 صفحه‌ای که شما مثلا 500 تا سرتیفیکیت دارین که هر کدومش از یه جایی اومده و اصلا به شما ربطی نداره. و همین، واقعا برای لیسانس نمره زبان خوبم قطعا ملاکه. هرچه نمره زبانتون بهتر باشه شانستون بیشتر. کار در دوران کارشناسی مرتبط با رشته خیلی خوبه. اگه بتونین پیدا کنین حتما برین انجامش بدین. همون کار باعث میشه که شما یه سری مهارت هایی که شاید تو دانشگاه نتونستین یاد بگیرین و یاد بگیرین و خیلی خوبه اگه میتونین پیدا کنین که حتما سراغش برید. آقای امیررضا گفتن که چقدر طول میکشه این پروسه. منظورتون کدوم پروسه است؟ خانم علی نژاد گفتن که شرکت توی کنفرانس ها. ببین کنفرانس ها، یه سری کنفرانس ها هستن که خب خیلی معروفن، از جمله کنفرانس کنگره بین‌المللی رویان هستش. دانشگاه ها که اصولا هر کدوم اگه میزبان یک کنفرانسی باشن که خودشون خب از طریق بیلبورد و نمیدونم اینجور چیزایی که تو فضای دانشگاه میذارن اصولا افراد رو با خبر میکنن. حتی همین گروه های انجمن های بیوتک و نانو بیوتک دانشگاه ها رو اگر عضو بشین راجع به کنگره ها و سمپوزیوم هایی که شرکت میکنن یعنی برگزار میشه بهتون اطلاعات میدن. من کنگره هایی که خیلی معروف بودن و اصولا شرکت میکردم مثل همین رویان و کنگره ژنتیکی که هر سال برگزار میشه و مرکز ذخایر ژنتیک برگزارش میکنه. و شما صرفا با یک سرچ اینکه کنگره در حوزه بیوتک میتونید خیلی سایت های کنگره رو پیدا بکنید. ددلایناشون هستن، حوزه های تحقیقاتیشون هستن که حالا یا میتونید به عنوان یک فرد عادی شرکت بکنید و به سخنرانی ها گوش بدین، یا هم حتی اگر یک کار تحقیقاتی کوچیکم انجام دادین میتونین به صورت پوستر ارائهش بدین که خب این از نظر من خیلی میتونه بهتر باشه صرفا به عنوان اینکه برین ساده توی یک کنفرانسی شرکت بکنین. اوایل یکی دو بار برای اینکه با این فضا آشنا بشین و بدونین که حالا ارائه اورال به چه صورته، ارائه پوستر به چه صورته، چه کسایی میان و چه چیزایی میگن، سعی بکنین که مثلا به صورت شرکت کننده عادی باشین توی این کنفرانس ها، ولی در ادامه سعی بکنید که حالا از طریق اون گپ هایی که گفتم میتونین با خوندن مقالات، آشنایی با محققان و حالا شرکت تو همین کنفرانس ها گپ های اون رشته رو پیدا بکنید. حتی میتونید با یک ایده دادن، یعنی قرار نیست شما یک کار آزمایشگاهی انجام بدین و برین پوستر ارائه بدین. من خودم شخصا پوسترهایی که ارائه دادم همشون از کار عملی بوده، ولی دیدم کسایی که صرفا با خوندن مقاله یک ایده‌ای به ذهنشون رسیده و یک ابسترکتی نوشتن و اومدن توی اون کنگره ارائهش دادن و این به نظرم خیلی خوبه. آزمایشگاه تحقیقاتی توی بابل من شخصا نمیشناسم. من تهران بودم و توی خود بهشتی و پاستور کار میکردم، اما نمیدونم از چه طریقی میشه پیدا. یه سری سایت ها هستن برای پیدا کردن کار، جاب اینجا فکر کنم اسمش باشه یا جاب ویژن. میتونین برین یه سری شرکت ها هستن که تحقیقاتی هم و مثلا خیلی الان دارن محققای تحقیق و توسعه، تیم تحقیق و توسعه مثلا استخدام میکنن. حتی میتونین یک فرد کارشناسی میتونه وارد این حوزه بشه، یا شما میتونین برین و تو بخش آرندی مشغول به کار بشین، هم تجربه کسب میکنین
هم افراد بیشتری رو میتونین تو حوزه‌تون بشناسین، تو اون حوزه‌ای که میخواین تحقیق بکنین، و همین که خب کار دیگه خوبه دیگه کلا. مطالعه زیست‌شناسی سلولی مولکولی اگر برای کنکور میخواین بخونین، من لودیشو خوندم خودم شخصا، کتابای لودیشو خوندم و یه سری کتاب نمیدونم حالا الان هست یا نه، بذارین من اسمشو کامل از روش بخونم. مجموعه سوالات طبقه بندی شده که مال از مجموعه کتابای ETC هست برای زیست‌شناسی سلولی مولکولی. من حدودا مثلا نزدیک کنکورم که دیگه کامل مثلا لودیشو خونده بودم، فقط این تستا رو میزدم. حالا ارشد و دکتراش توی یه جلده. الان شاید خیلی بهتر شده باشه کتاب ها، نمیدونم، ولی خیلی به من کمک کرد، چون هم پاسخنامه‌اش خوبه و نکته داره و هم تستای خوبی، تستاش که تستای کنکور عملا میتونین ازش استفاده بکنید. آشنایی با اساتید در دانشگاه مورد نظر، اگر منظورتون برای اپلای، بله باید استادو بشناسین، استادی که میخواین باهاش کار بکنین. اگر بشناسینش انگیزه نامه موفق تری هم میتونین بنویسین. معمولا استادا اگر که حالا رزومه شما رو ببینن و بخوان که شما رو به عنوان دانشجو قبولتون بکنن، دعوتتون میکنن به مصاحبه و سوالاتی که تو مصاحبه ازتون میپرسن یکی از مهمتریناش اینه که خب چرا این دانشگاه، چرا این کشور. و شما با خوندن اون پیشینه پژوهشی استاد میتونید که خب دلیل قانع کننده برای خودتون اول داشته باشین که خب چرا میخواین برین اون دانشگاه درس بخونین، و هم استاد رو قانع بکنین که استاد پیش خودش اینجوری فکر میکنه که خب این دانشجو انقدر براش مهم بوده این مسئله که بیاد و تحقیق بکنه راجع به من. یعنی همینجوری به عنوان اینکه من دلم میخواد برم مثلا فلان کشور درس بخونم نیومده اپلای بکنه، اصلا همین علاللهی نیومده اپلای بکنه و با تحقیق اومده جلو، و این خیلی از نظرشون مهمه. معدل مناسب هم فکر میکنم که حقیقتا من اینو خیلی بهش توجه نکردم، فکر میکنم که 15 برای کارشناسی و اگر اشتباه نکنم 16-17 برای ارشد باشه. اما اگر معدل پایینی هم دارین، با کارهای پژوهشی که میتونین انجام بدین هم میتونین که اون کمبوده رو جبران بکنین. بله برای ارشد، کسی که ارشدش رو تو ایران میگیره میتونه برای ارشد مجدد هم درخواست بده. خیلی از کسایی که نمیتونن پوزیشن دکترا به راحتی پیدا بکنن معمولا برای ارشد مجدد میرن. فقط یه چیزی که خیلی مهم میشه اینه که شما برای اون کاور لتر یا موتیویشن لتری که ازتون میخوان باید دلیل قانع کننده بیارین برای اینکه چرا میخواین ارشد مجدد بخونین. معمولا یکم روی این قضیه حساس میشن که خب یک دانشجویی که وقت گذاشته ارشدش رو خونده چرا دوباره میخواد بیاد ارشد بخونه. یعنی نیاین بگین که خب من چون پوزیشن دکترا پیدا نکردم اومدم ارشد مجدد بخونم. یک دلیل علمی و قانع کننده براشون بیارین. من خیلی از آدما رو دیدم که ارشد مجدد رفتن. پژوهشگاه‌های ابن سینا شهید بهشتی رو که خیلی آزمایشگاه مجهزی، اگه فرصتشو دارین و این امکان رو در اختیارتون قرار میدن که برین، آره حتما برین و شرکت بکنین توش. آزمایشگاه‌ها اصولاً یه سختگیری دارن واسه ورود افراد که اگر بتونین از اون سد رد بشین، خب قاعدتاً آزمایشگاهی مثل ابن سینا، رویان، است و پاستور خیلی بهتر از آزمایشگاه‌های اساسی تو دانشگاه ها میتونه باشه. قاعدتاً هم امکاناتشون بیشتره، همین که اون افرادی که اونجا کار میکنن توی کار عملی دیگه کامل مهارت دارن و پروژه های بیشتری هم کار میکنن که شما میتونین برین باشون همکاری بکنین. اگر میتونین وارد این پژوهشگاه ها بشین که خب خیلی هم عالی و حتما قطعا ارجعیت داره به آزمایشگاه های اساتید. اسم کنفرانس ها یکیش کنگره
مللی رویانه که هر سال اصولا توی شهریور ماه برگزار میشه. کنگره ژنتیک که مرکز ذخایر ژنتیک برگزارش میکنه. حالا خود رویان علاوه بر کنگره بین المللیش، برین عضو سایتش بشین و اگر نگاه بکنید خیلی دوره های دیگه هم هست و سمپوزیوم هست، کنفرانس هست که حالا هم یا میتونن بین المللی باشن یا داخلی. خود رویان خیلی داره و این دوتا کنگره که بهتون معرفی کردم کنگره های خیلی معتبری هستن و ارزش داره که تو شرکت بکنید. مهاجرت با مدرک ارشد بدون مقاله هم شده و دوست من الان آمریکاست. اگر که مقاله ندارین نگران نباشین، میتونین اپلای بکنین به راحتی، فقط باید قانع بکنین استاد رو که شما رو بگیره و یک توصیه نامه خوب، یکی که نه 2-3 تا توصیه نامه خوب از اساتیدتون توی ایران داشته باشین به راحتی میتونین بدون مقاله هم اپلای بکنین. اما اگر که مقاله داشته باشین یکی، حالا مثلا 2-3 تا دیگه مثلا میگن آفرین این کارو کردی، نمیدونم تشویقتون میکنم، ولی یکی هم شانس شما رو خیلی میبره بالا. حالا نسبت به مثلا فردی که مقاله نداره و برای اون پوزیشن اپلای کرده، قاعدتا کسی که یه دونه مقاله داره رو بهش ارجحیت میدن، اما بدون مقاله هم میشه رفت. به عنوان کارآموز فکر کنم که راجع به ابن سینا تا جایی که اطلاع دارم دانشجو کارشناسی قبول نمیکنه، اما آزمایشگاه‌های خصوصی هستن تو تهران که دانشجو قبول میکنن به عنوان کارآموز که معمولا دوره‌هاشون مثلا 2-3 ماه هست. یکیش فکر کنم ژنیرانه، حالا من هزینه‌هاشو نمیدونم چجوریه، ولی برای این کار میتونین برین سراغ آزمایشگاه‌های خصوصی که خب یه هزینه‌ای ازتون میگیرن برای اینکه به عنوان کارآموز برین، ولی خب کارو خوب یاد میگیرین دیگه، مثلا تو اون مدت 2-3 ماهه. انستو پاستور هم یک مدرسه تابستونی میذاره. من خودم خیلی نمیدونم که با چه کیفیتی برگزار میشه، اما توی این مدارس تابستونی هم میتونین شرکت بکنین. اگر اشتباه نکنم رویان همینو داره، مثلا تابستون که بین تعطیلات 2 ترمتون هست میتونین که شرکت بکنین و کار یاد بگیرین. خب اگر که سوالاتتون تموم شده ما این جلسه رو به پایان برسونیم. خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین و خیلی خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و اگر وارد این حوزه شدین شاهد پیشرفت تک تکتون و مقالاتتون توی این حوزه باشم. مرسی از وقتی که گذاشتین همتون.